бародаре ки обуна ҳастанд дар ҳамин шабака колокольчика нафисо зер карда аввалин шуда наврҳои навро тамошо кунед. Аллоҳумма я рабби Ҷибраил ва Исрофил ва Микоил ва Ҷабраил фотира самавоти вал арз عالم الغیب و الشهاده نسألك الجنه و نعوذ بك من النار. ای خدای جبرائیل و اسرافیل، ای خدای میکائیل و عزرائیل، ای خدایی که سازنده زمین و آسمانی، ای خدایی که داننده علم آشکار و پنهانی، ما را یکایک ما را داخل جنت جاودانیت بگردان و ما را از آتش خار کننده جهنم نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من یوم سوء و من لیلة سوء و من ساعة سوء و من صاحب سوء و من جار سوء. خدای به سوی تو پناه طلب میکنیم از ساعتی بعد، از روزی بعد، از شبی بعد، از همسایه بعد، از رفیق بعد و سوی تو خدای پناه طلب میکنیم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین. برادران عزیز و گرامی، برای شما میخواستم در این لحظه ها گفتگوی استاد را با شاگردش که بسیار یک درسی زندگی ما و موضوع روز ما و شما هست به شما گفته گذارم. برادران عزیز و گرامی، شاید که شما شقیق بلخی گفتگی نفری را شنیده باشید. این حضرت همان ابو علی ابن ابراهیم بلخی می باشد. عزیزای خدا میگن سال وفاتش 809 یا 810 میلادی است. گویم از وفات این عزیز خدا 12 عصر سپری شد. گویم 1200 سال از زمان وفاتش گذشت. در تاریخ میگن شقیق بلخی شاگردهای ابراهیم ابن ادهم بود، یعنی از طریقت و از راه و رویش ابراهیم ادهم یکی گویم از مریدهای ابراهیم ابن ادهم بود. ابراهیم ابن ادهم برادرای عزیز، پدرشم چگونه اگر آگاهی داشته باشین بسیار آدمی شاه بودند و دولت بودند و ثروت بودند، ولی خدای مهربان که در دلش که نور محبت را جا کرد و ایمان که از داخل که می جوشید دیگر سر در بیابان زد و دیگر در پی خدمت در دین شد. حضرت مولوی جنونی همیره در کتابش میارد کسی پرسید از آن ابن ادهم چرا ملک جهان را کردی برهم؟ حضرت این قدر امکانیتی که تو داشتی، میتونستی که محض در کرسی شاهی بشینی، میتونستی که از همه آن لذایذی که در دنیا بود تو استفاده بری. چی شد که همه اینها را پشت گردانیدی؟ چرا از اینها استفاده نبردی؟ بگفت هنگام روی تخت بودن و چشمم تخته راوا نمودن، بدیدم خوابگاه خیش در خاک، از این بابت گریبان را زدم چاک. چی سود از تخت آی سوی تخته کی نوشی قطره آب از پخته. حضرت گو وقتی همین دیدم تابوت بنده خدای را همو برای من گفت دیگر تکان دهنده شد، همو برای من دیگر درد شد. چه حاجت ای گفت که از بالای تخت بیایی
چه حاجته که تمام نوشاکی های دنیا در اختیارت باشه ولی دم آخر در به پخت آبتی. از این بابت حضرت گو من دیگر اکو راه خود ما اختیار کردم. این شقیق بلخی برادران عزیز از شاگردان امین ابراهیم ابن ادهم بود و شاگردی داشت برادرای عزیز به نام حاتم که لقبش گویم یا کنیتش گویم اسم بود. حاتم اسم میگفتند. اسم در لغت عرب برادران عزیز آدم ناشنوا رو میگن، آدم کر میگن. این لقب حضرت حاتم بود. اگر وقتا گنجایش داد این از کجا پیدا شد انشاءالله برای شما گفته میگذاریم. خلاص شقیق بلخی روز با این شاگرد خود حضرت حاتم یک لحظه که یافتند و در روبروی یکدیگر نشستند. شقیق بلخی پیرشان بود، استادشان بود و حاتم اسم مرید و شاگرد بودند. حضرت شقیق گفت حاتم به یادداشت من 30 سال شد که تو نزد من تعلیم میگیری، 30 سال شد که تو در مدرسه من میخوانی، 30 سال شد که از آن معرفت و از آن حکمت و از آن درسی که من نزد خود داشتم من تو را آموختم. اکو امروز من از تو یک سوال دارم. سوالم همین است، در دوام همین 30 سالی که در من تو شاگرد بودی چی آموختی؟ برادران عزیز و گرامی، حضرت حاتمم خداوند رحمت کند اینها را که این نامهای اینها در تاریخ دین به آب طلا نویسانده شده است. اینها خادمای دین بودند، اینها حقیقتا نماینده های دین بودند، اینها دلسوزهای دین بودند، اینها دفاع از دین میکردند. در برابر استادشان گفتند حضرت حقیقتا شما درست قید کردین، من 30 سال شد در نزد شما تعلیم میگیرم، علم میآموزم. عزیزای خدا میگن علم اگر اندک بود خارش مدار، چون که علم دارد قدری به شما. من در دوام همین 30 سال خواندم پایه حیات خودم را، پایه زندگی خودم را در 6 چیز قرار دادم. برادران عزیز خیلی با دقت باشید. این 6 چیزی که حضرت حاتم در دوام 30 سال از این استاد خود حضرت شقیق، که این شقیق مرید اگر حضرت ابراهیم ابن ادهم هم که باشد با شاگردهای حضرت امام ابو یوسف بودند. شما تصور کنید که امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه بودند. امام ابو حنیفه یگانه صاحب مذهب هست که از مدرسه و تعلیمات او از بین شاگردای او 40 قاضی بیرون شدگی است. 40 قاضی، یکی از آن قاضی ها همین امام ابو یوسف است و شقیق بلخی هم شاگردی قاضی امام ابو یوسف بودند. گوییم خیلی آدم الکه از همه جهت کامل بودند. حاتم اسم گفتند حیات خودم را، زندگی خودم را خب در همین پایه 6 چیز قرار دادم. ای کاش برادران عزیز حاضر ما با دلی با گوش‌های قلمان گوش اندازیم تا از این 6 چیزی که این بنده خدا استفاده کردند، مشهور شدند، معروف شدند، بنده های خوبی خدا شدند، ای کاش ما هم پایه حیات و زندگی ما بالای همین 6 چیز بگذاریم.
اینها چیه؟ حضرت گفت گوش میکنه. گفت یکم استاد گفت دیدم که در مردم در نسبت رزاق بودن و رازق بودن خداوند شک و شبهه هست. یعنی در نسبت رزاق بودن خداوند مردم نه باوری تام و کامل دارند و مردم آمدن ریسک را از نزد خداوندم با پررگی قبول نکرده و در دل مردم یک ترس در همین نسبت وجود دارد. بازم همین مال دارند، ثروت دارند، ولی بسیار ممسکند، بخیلند. من گفت استاد با سوره مبارکه هود آیت 6 و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. با همین آیت توکل کردم، با این تکیه کردم تا از زمره این انسان ها نباشم. حضرت شیخ گفتند آفرین، گفتند آفرین. برادران عزیز، من برای آنکه دویم آن چیزی را که حضرت حاتم گفتند من میخواهم در گردمی کمتر برای شما معلوماتی تا که شما با پررگی این حضرت ها که اکو پایه زندگی شما گذاشتند، از روی این پایه خانه قبرشان هم آباد کردند. پس ما باید هر یک زینه اینا کمترک روشنتر، ساده‌تر، تا که از همین آمدگی مانم ماها برادران عزیز استفاده خوب از روزگار این عزیزای خدا بگیریم. امروز هم برادران عزیز و گرامی در مسئله ریسک و روزی بسیاری از ما ترس داریم. ما از همان صفتی که الله رزاق است تا حال با پررگی توکل نداریم، با پررگی معلومات هم نداریم. بین آیت قرآن چی میگه؟ و آیتی که حاتم اصم تکیه کردن و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. خدا میگه هر یک دابه گفته هر یک چیزی که می جنبد، یعنی هر چیزی که جان دارد، خواه آدم باشد، خواه انسان، خواه جن باشد، خواه حیوان باشد، خواه حشرات باشد، خواه چرنده باشد، هر چی باشد، خدا میگه کفیل ریزق همه اینها من هستم. و یعلم مستقرها و مستودعها. الله میگه حتی من علمم تا آن حدی هست که شما در کجا برای خودتان جای زیست و زندگی انتخاب میکنین، حتی من پارچه زمینم میدانم و حتی ریسک از کجا به خانه شما میاد من مکان آمدنش هم میدانم. برادران عزیز، سوره زاریات میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا میگه من رزاق هستم، من تأمین کننده ریزق شما هستم، من ذات هستم که پاینده ام، توانایم، استوارم. اینها برادران عزیز برای آن از آیت های قرآن به شما گفته می شود، به ما و شما گفته می شود که همون ترسی را که در درون ما در نسبت ریسک وجود دارد، این ترس باید که از قلبهای ما بیرون شود. شیخ سعدی می گفت غمی روزی مخور مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل ایزید پر کند پیستان مادر را. آلی طفل نه آمده می گفت پیستانای مادر پری شیر منتظرت است که کی مقصد گیم عادی کده گیم کلتا بیرون بکنی و دهانتا در سینه مادر میگذاری. آلی نه آمده علاک سینه مادر پر از شیره.
عزیزای خدا اینها را برای ما عیان کردند، ساده کردند تا که همون ترس برادران عزیز از ما و شما دور شود. شیخ سعدی را در بستانش برادران عزیز، کتاب بستانش یک قصه بسیار زیبا میاد. انشاءالله این فکر میکنم اگر اینها را ما خوب درست هر کدامش در جای خودش اگر گوش کنیم، شاید که همون ترسی را که حاتم اصحم در زمان خودش در دل مردم احساس کرده بود، همون ترس شاید از دل ما و شما دور شود. شیخ سعدی در بستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش هم میگه دیگر الهامش آمد یکی خندید. پدر میگه دندانهای فرزند که دید یک باره مردکی ترسانچک بده است، مردکی بی غیرت بده است، مردکی که بیچاره رزق روزی را جانب خدا کی نمیدانست است. دندانهای بچه شکیدید میگه ترس فراش گرفت، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. این بچه ما صاحب دندان شده، یک پگا نان میگه، اینا ما از کجا نان تأمین کنم؟ ولی بسیار ما برادرها لاف میزنیم، من نباشم اگر خدا میدانه یگان تای تو زنده نمیمونیم. یا همه برادرای عزیز، اینها همه یک سخنهای بیهوده، یک سخنهایی که از روی بگیم کبر و جهل جاهلی ما هست. الله میگه من میدانم که رزق شما در کجاست و از کجا به جای شما میآید، من اینا میدانم و کنترل این الله میگه در دست من است. عبدالقادر بیدل میگه رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. اما خانه‌های تارتنک‌ها را دیدین؟ از همینجا پشه میگه خدا رزقی او را میگه پرش میته، پریده میرود، تارتنک اونجا دا میخورش. تارتنک قوت کپیدن پشه ندارد، لیکن خداوند همون را نویسانده. تو طعمه یا همون تارتنکی همونجا میرود تارتنک میخورش. این مردک بیچاره ترس فراش گرفت، این از کجا من نان میتونم؟ چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت. اگه دیگه شاید که بیچاره شرم که البته بیرون دخه همسایه را بگون، شاید یگان همسایه صاحب عقیده باشه و او آدم ریز که خدا بینه که مرا مقصد مسخرم نکنه، بیای همه در خوب همی آدمی نزدیک، همی خانومی خدمه، اویله خدمه، همی را بگون که چی میگه؟ چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. شیخ سعدی میگه الحمدلله که اگر این مردک دل گرده هم که نداشته باشد، این مردک بی غیرت هم که باشد، این خیل شیرزنا هم وجود داره. نگر میگه زن او را چو مردانه گفت. چیش گفت؟ وقتی گفت زنک این بچه‌ک مصاحب دندان شده، مقصد باید نامخور دیگه زیاد شده، این چه میکرده باشه؟ الحمدلله رب العالمین. زن بین مخور حول ابلیس تا جان دهد. مردک گفت این ترسی که طرف فرا گرفتگی این را وسواس شیطانی میگن. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که این را دندان شداده او الکی رزق روزی را معین کرده است. تواناست آن خداوند روز که روزی رساند، تو چندین مسوز. اینا مرد گفت ای اون ذات میگه من توانایم، من استوارم، هیچ قدرت و قوت به من رسیده نمیتواند. تو ایقا نسوز، تو ایقا غمگین نشه. خدا میگه من خودم تأمینش میکنم. نگارنده کودک اندر شکم،
نویسنده عمر و روزی هم مردک تو عالی گفت فقط همی یک دندانای همی را دیدی تو این پروردگاره که این صورت فرزند تر در بطن من کشید در اینجا ای را صورت سازی کرد در همین داخل نویسنده عمر و روزی هم هست عمرش هم معین کرده است این خداوند همین خداوندی تواناست تو چی قدر میسوزی تو چی قدر فکر میکنی من برادر عزیز اکو هر آدم هر خیل است من وقتی هم بالای کتاب میشینم با کتاب انیسی کنج تنهایی کتاب است وقتی با کتاب سر کار میگیرم در ذهنم هر چیزای خواندگی پیشتر یا هر خیل سخنهای در ذهنم دور میگردد مثل که در زن همین مردک من قائل شدم گفتم ببین در هر خانه اگر هم خیلی شیرزن باشه بعضی همین مردکایی که عقیده مستحکم ندارن همون ریسک ای کیسه خودش میبینه یا طعنه میزنه خانواده را که اولی مایم در ایجا و ایلا خدا میدانه شما چی میشین همین خیلی شیرزنا اگر باشن برادرای عزیز انشاءالله جامعه ما چی جامعه زیبا شود میدونی خانواده ما چی خانواده های زیبا و خوب شود از الله مهربان ما همیشه دعا گوییم که خداوند این خیل شیر زنها را در این جامعه ما زیاد کنه این خیل زنهای با غیرت زیاد کنه اسماء دختر ابوبکر صدیق بود حضرت اسماء از ما یک کم ترک از همین زنهای شیرزن برای شما یک ده حکایه بیارم حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق بود وقتی میگه عمرش به 80 رسید عمرش به 80 رسید مادر عایشه دیگر مادر بود عایشه هم دختری حضرت ابوبکر صدیق مادر ماند زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اسماء را مادرش دیگر بود این اسلام که نه آورد حضرت ابوبکر طلاق شد وقتی همین اسماء خودش بسیار زن خادمه و خدمتکار بود دختر ابوبکر صدیق بود میگه وقتی عمرش به 80 رسید در نسبت حجاج که رهبری بگه مسلمان ها بود ولی بسیار فاسق بود ظالم کی بود بچه اسماء عبدالله ابن زبیر بود اطاعتش نکرد گفت یک آدم فاسقه گفت میره چی اطاعت کنم وقتی که این سخن به گوش حجاج رسید مرد خیر رهبر کلانه خب این کی از مقصد مرا اطاعت نمیکنه تشکیل کرد در مقابلش جنگید عبدالله ابن زبیر بچه حضرت اسماء را به قتل رسانید و در بند کشید بلند همین خیلی بلندی داود آویزانش کرد در مکه 3 روز عبدالله ابن زبیر همین تا آویزانه حجاج اکو منتظره که کی اسماء می آیه و میگه ای حجاج مقصد بسیار بخشش زیاد از تن فرزندم همین بچه‌ک مقصد پایان کو بگیرم فکر کرد که این اسماء همین خیلی چی میدانه که این هم یک شیرزنه طاقتش تاقش دیگه حجاج دید که اسماء نمی آیه بس راقی بچهش نمی آیه بعد به نزدش آمد گفت ای اسماء درک داری ما با فرزند تو چی معامله کردیم میدانی گفت 3 روزه بچت آویزانه گفت من درک دارم که شما گفت فقط دنیای او را تباه کردین ولی حجاج یقین بدان که او آخرتی تو را تباه کرده گه برادر عزیز این سخنی هست میگه در تاریخ که در حالت از زمان اسماء میبراید که درون او پر مهر فرزند بود وقتی میگه این سخن حجاج گفت حجاج دیگر مقصد گپش نیفت که در عوض این مادر چی بگه یعنی نه زاره است نه تولا است نه خواهش است این خیل برادرای عزیز
ببین شیرزن کی بود؟ مثل عبدالله ابن زبیر وری فرزند به دنیا آورد. این دامن این خیل مادرها با بسیار نقش کلان میبازد. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، زن ببین که صاحب مردک خانه را مخر حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. تو چی جای ترس داری گفت؟ همون که خودش دندان شداد همون خودش نان شمیته گفت. برادر عزیز، خداوند بسیار ذاتی مهربانه، او کفیل رزق ما ہے. میگه یک نفر بود دائمی دعا میکرد، میگو خدایا برای من رزق بغاس بده. بغاس، این بغاس کلمه عربیه. وقتی میگه همون زاغ بچه تولد میکنه سفیده، وقتی که همون سفید که هست میگه زاغ سیاه که میبینش فکر میکنه که همین ایمن نیست، ایمن نیست، میگه ترکش میکنه میرود تا زمانی که همین پر سیاه نبروید. پر سیاه که میبرورده است بعد به سراغش میامده است. یک آدم داغیم میگفت است خدایا مرا رزق همون بغاس بده. بغاسش همون که در حالت همون پشم سفید داشتن. خدا را بینیم برادرای عزیز قدرت چکی، وقتی مادر هم را میپرتویه میرود، خداوند در تنه همین چوجه زاغ بگیم یک بوی خود مرده را پیدا میکنه. یک چوجه که یک حیوان میبرد یک بوی دارد کو، وقتی که بوی کی باشد بعد کرما و پشه آمدن میگیرن، همون بوی میگه در تنه می پیدا میشود. دیگر کرمها و پشه ها اکو برای خوردنش میان، وقتی نزدیکی میان شکارشون کردن میگیرن، خوردنشون میگیرن تا زمانی که پرش میگه سیاه میشده است بعد مادرش سراغش میآمده است. این مردک هم مردکی دانا بوده است، میگفت است خدایا همون رزقی که بغاس دادی مرا همون خیر رزق بده. مقصد همین خیر رزقی که خودش دویده و پیش مرا آمدن بگیرن. این الله مهربان چه یک ذات مهربانی است که هیچ وقت برادران عزیز در دل ما باید ترس نباشد. در دل ما یگان ترس هم بترسیم من برادر عزیز، این رزق چیزی ازلی است. این را کم و زیاد کردن همه در نزد الله مهربان است. این به بندش هیچ وابستگی ندارد.